میخوای سیم کارت بگیری ایرانسل، همراه اول، رایتل، هرچی نمیدونی تو منطقه شما کدوم بهتره، کدوم آنتن دهی بهتری داره. چند تا راه داریم. یه ویدیو داریم در مورد سامانه نت سنج پلاس که برای وزارت ارتباطات، میتونی بری تو یوتیوب ببینی آقا تو منطقه شما کدوم اپراتور مثلا درصد رضایت شکایتی بیشتری داشته. فارغ از اون میخوام آقا دستی بریم تو سایت اپراتورها ببینیم کجا تحت پوشش هست کجا نیست. خب یه روش دیگه هم اینه که از دور وریات بپرسی آقا مثلا تو ایرانسل داری، همراه اول داری، نت چجوری، یا با گوشیش بری تو اسپید تست و یه تستی بگیری در لحظه. فارغ از اینا میتونی وارد مرورگرت بشی، سرچ کنیم مناطق تحت پوشش ایرانسل، همراه اول، رایتل. خب طرز کار همشون مثل همه اپراتورها یه سایت اینچنینی دارن. میری تو سایتشون، همشون چی مثل همه، فقط لوکیشن اینا رو پیدا می‌کنی. مثلا میگه شهر تحت پوشش، بذار نقشه برام زوم کنم بهم برخورد سوالی چرا نداشت. مثلا سری داره میگه آقا اینجا رو کامل پوشش داره. یه چی میگم، حالا یه سری سایت‌های دیگه هستن ارزم بخواد مثلا سایت همراه اول اینا دست توش بازتره. مثلا میتونی انتخاب بکنی که مثلا پوشش چه چیزی رو بده، مثلا شهر انتخاب میکنی یا نام مکان و اینجا میتونی ببینی که آقا مثلا تحت توسعه، یعنی هنوز توسعه، یعنی هنوز نرسیده به اونجا ولی قراره که برسونم مثلا. خب و غیره. این پوشش شبکه هم داره با این نشون میده. یه سایتی مثل ایرانسل هم میاد اینجا قشنگ انتخاب میکنی فیبر نوری، اینترنت موبایل که TDLT شبکه رو هم میتونی انتخاب کنی، حتی استان، شهر و مثلا من اینجا میذارم چی، مازندران، داری پوشش شبکه 5G میخوام ببینم کجای سری داره. 5G اینجاها توی ساری داره، خونه ما نداره. ایول. آره خلاص اینجا میشه راحت پیدا بکنیم ببینیم که کجا چی به چیه و غیره، که یکم سایت ایرانسل از این لحاظ بهتر بود. اما خب میگم روش‌های دیگه هم هست که خودت به گوشی‌های مختلف دونه تست بکنی. من میخوام به شما سیم کارت شاتل موبایل پیشنهاد بکنم چون از هر سه اپراتور آنتن میگیره و میتونی خودت انتخاب بکنی که آقا اینجایی که هستی الان از رایتل آنتن بگیره یا از همراه اول آنتن بگیره یا از ایرانسل آنتن بگیره و غیره. بس داشتم خوبه که ویدیو شاتل موبایل کامل تو کانالم ساختم، واسه کانالم سرچ کن شاتل موبایل و ویدیو اونو حتما ببینید و بعد تصمیم بگیرید که کدوم سیم کارت رو تهیه کنید. روز خوش.